با چشای خودم دیدم. تو مرکز خرید با هم رفتن کافه. بعدش هم آقا توپراک دافنه رو بغل کرد. چی داری میگی؟ این یارو مشکل داره. با این سنش خجالت هم نمیکشه. مچه این یه جور تجاوزه. ولی دافنه خیلی خوشش میاد. اگه تا حد مرگم عاشقش باشه، توپراک معلمه، اسمش هم روشه، معلم. جریمش میکنن. همانم وکیل اون بهم گفته. اگه بفهمن آقا توپراک این کارا رو کرده، از مدرسه میندازنش بیرون؟ آره بابا، شک نکن. هنوز کلاس گیتار میری؟ نه بابا، خوشم نیومد، ولش کردم. منم بالا رو ول کردم. البته مال من عمدی نبود، ولی جمره اگه بخوای ادامش بدی میتونم کمکت کنم. نه ولش کن. بالا سرگرمی جمره سابق بود، نه این جمره. یه لحظه. ایلو، از دستم ناراحتی؟ نه، تو که مجبور نیستی منو دوست داشته باشی. ایلول، من ولی ای کاش قبل از اینکه پیشنهادتو قبول کنم اینو میفهمیدم. آدم وقتی الکی امیدوار بشه خیلی عذاب میکشه. ایلول، من دوستت دارم. به خاطر اینکه مامانم اذیتت نکنه و زندگیتو نابود نکنه نمیام سراغت. حرف خصوصی داشتی؟ آره. نه. چه خبره ها؟ هیچی. بیا تحویل بگیر. دختره رو دیوونه کردی. اینقدر بهت گفتم ولی به روی خودت نیاوردی. با کی قرار گذاشت فهمیدی؟ اینم سواله که میپرسی. با اون عوضی دیگه. مگه کس دیگه ای هم هست که بتونه ازش سراغ تو رو بگیره؟ بهت گفتم که اینجوری بیشتر دخترتو اذیت میکنی. الان چی میشه ها؟ اگه این دفعه نتونیم کاری بکنیم چی؟ اگه سر بچه یه بلایی بیاره چی؟ آفرین، پس رو حرفت وایستادی. مامانم اینجا زندگی میکنه؟ همین نزدیکی هست. انقدر از من فاصله نگیر. بیا نزدیکتر دختر. همینجا راحت. دنبالم بیا. گونه میدونی امشب خاله صدا اینا میان دنبالم. جدی میگی؟ خیلی خوشحال شدم. حالا که قراره یه خانواده داشته باشی حتما برات یه موبایلم میخرم، میتونیم SMS بازی کنیم. SMS بازی دیگه چیه بابا؟ عجب گیری افتادیم ما. منظورم اون نبود. آخه میدونی بعضی شبا که بابام مس میاد خونه خیلی حس بدی بهم دست میده، خیلی احساس تنهایی میکنم. آدم اینجور موقعا خیلی به یه دوست احتیاج داره. خیلی خب، حالا اینقدر زود ناراحت نشو. بذار ببینیم چی پیش میاد. بین تو و سرکان چیزی هست؟ نه عزیزم، مگه نگفتی عاشقش شدی؟ خیالت راحت، من به دوستم خیانت نمی کنم. فعلا مارال هنوز پیداش نیست. یه وقت آخرین لحظه جا نزنه. نه بابا، چرا جا بزنه؟ اون عاشق اینه که بره اون بالا و همه براش دست بزنه. نکنه دافنی دوباره تهدیدش کرده باشه.
یعنی ممکنه همچین کاری کرده باشه؟ به هر حال این دختره واسه تشویق مارال نیومده مگه نه؟ نگاش کن چه خوشحالم هست. والا دافنه‌ای که من میشناسم الان بیاد تو خونه نشسته باشه و از حسودی در حال دق کردن باشه. سوگل ولم کن. دافنه جو، مارال کجاست؟ مارال کیه بابا؟ همونی که مسابقه رو برنده شد و تو جا موندی، یادت اومد؟ برین از اینجا برین اونور. مگه مگس دورت جمع شده خاله خانم جون؟ سلام نازان جون. سلام. دیلر نمیدونستم قراره امروز بیان اینجا. گونه گفت دافنه مسابقه داره، عدنانم مرخصی بود، گفتم ما هم بیایم تماشا کنیم. خوب کاری کردی. دافنه که مسابقه نداره، مارال داره. نفهمیدم. جونی پسرم چه خبره؟ گونه اینا مامان باباتن؟ سوگل ایول بابات که اصلا بهش نمیاد الکلی باشه، مامانت هم که ور دلته، شمارم ترک نکرده. پسر حالتو میگیرم. سوگل گونه این دختره چی میگفت؟ یه دقیقه گیر نده حالا. ولشون کن دیلک جون، اصلا کاری به کار اینا نداشته باش، بعدا خودم برات تعریف میکنم. دوستان، نماینده مدرسه کوشیولو رو به صحنه دعوت میکنم. مارال کاندیر. پس کجاست؟ مارال کجاست؟ نمیدونم. مارال کاندیر. مارال امروز نمیاد. چون من دوم شده بودم میتونم من به جاش شرکت کنم. اسمم توی لیست هست. دافنه اوزگون. میبینی دیگه. من اومدم. ببخشید، معذرت میخوام، برید کنار لطفا. ببخشید، میشه لطفا برین کنار، ببخشید. معذرت میخوام، من اومدم. سلام. ببخشید عزیزم. راستی با اون 500 لیر برای خودم لباس خریدم، دست درد نکنه. دافنه داره میتره. حقش بود. آره والا. براوو! توفیق